دوستای آدم لذت بردن بعد از یک کار پسندیده و خوبه. مثلا یه شخصی میخواد یه بسته سنگینی رو تو صندوق عقب ماشینش بذاره، نمیتونه، شما بهش کمک میکنید. بعدش یه حس خوشایندی تمام وجودتون رو برای چند ساعت یا حتی چند روز میگیره. این حس خوب و هممون تو زندگی تجربه کردیم. هر چقدر شما از تواناییاتون بیشتر استفاده کنید، قدرتتون بیشتر میشه و بیشتر میتونید به اطرافیانتون و به جامعه‌ای که توش زندگی میکنید کمک کنید و این لذت بی‌وصف رو تجربه کنید. همین الان بیاید روی کاغذ تمام تواناییاتون رو بنویسید و ببینید تا امروز چقدر درصد کمی از تواناییاتون رو استفاده کردید. هر چقدر بیشتر از اون چیزی که تو توانتون وجود داره با خبر باشید، بیشتر میتونید موفق باشید.